سید یونس که از کمسوادی نتوانست تحصیل را در آموزشگاه کسبی ادامه دهد، راه آسان را انتخاب می نماید و از برکت زمانه مولا می شود. او با فریب دختر استادش مولا معروف را بزنی می گیرد و همسرش را به توده تندگرایان سلفی جلب می سازد. این زن ساده فریب خورده در همسایه کشور تاجیکستان به محبس افتاده، در غربت دور از فرزندان غم بیمار در زندان جان می دهد. تا حال خویش و تبار این زن به دام فریب افتاده در جستجوی برهانوف هستند که با لقب کوری یونس هم مشهور است. فتنه های سید یونس با این انجام نمی یابد. او با فریب سنگ و سمیه 17 ساله ساکن استرافشان را برای تحصیل به شهر قم می برد. هنوز زمانی در زندان بودن زن اولش، این دختر در مسافرت تنهای و رهگمزده را با وعده خانه آباد و زندگی خوش به نکاح خود می درآورد. 1 سال با او زندگی کرده صاحب دختر می شود. مدت پس سید یونس از سمیه هم جدا می شود. حالا این زن با کودکش بی صاحب و حیران و سرسان و سرگردان است.